میگم که اون برادرای هر ریش و هر گردنغاس و هر کلاغاس و هر گابزانش که درک گام میزنه سوی شما برای چی دم میتینگی مسکوا در اکترینبورگ در نوسیبیرسک در هر جاها که بود میتینگ چی در پیدا نشدن این برادرها؟ نه رفتن در میتینگ پیدا شدن در مسکوا برای من زنگ زدند و در نزد من عکس‌ها و ویدیوها هست که بیش از 80 نفر برادران قرغن تمام منطقه تاجیکستان دوشنبه از فیض‌آباد از غرم از تمام منطقه را 5 رفتن اشتراک کردند و مردک وارد نه برای من نوار روان کردن که ما در پیش سفارت حمایت از مردم بدخشان کردیم. آنچه من دیدم امو را میگم. فهمو؟ من دیدم که دروغ نمیگم. بعد جمعه بعضی مردم رفتن ساعت 10 سحر رفتن ملیسای روس براشون گفتن که حتی یعنی که به ترتیبی نکنیم ما شما را پدر جواییم امی خیل همشون هم بیچاره زنگ میزدن منم خواب نکردم امینا زنگ میزدن صحبت میکردن این اما در پیش همو سفارت مستاد این سفارت دیده استم ها هم 100% اینش تا یک جای ما کلخازو بودم یک جای ما پنجم یک جای ما قرغنم تا یک جای ما فلانجم برادران ازبک زبان رفتن یگون 20 تا برادر ازبک زبان رو میدونم که خسته رفتن زنگ زدن الله حفظشون کنه یعنی دیگه روز ناموس روز حمایت مردمی یک شهروند تاجیکستان است برای ما فرق نداره اگر به خدا قسم در بدکن چینم داره اما دوستیش نه بشکنتش میگن همون جبرا اگر ازبکا را بکشه یکم آدم میخزم ساعت 10 شب برنامه تشکیل میکنیم حمایت از برادرای ازبک میکنم کاری گپ نیست که من یکم شهروند توشم جدا کرده باشم که محمد اقبال رحمت به همون شیری مادری که به تو دادگی یکم گپ نیست این گپ در سر این نمیرود گپ در سر اونهای میرود که مایلش او برادرها که توی استودیو ها برآمد میکنن که ما این شیر باشه ما فلان ما بیسمدون مایلش و یا که گام میزنن امونایی که ما همی ابرشین ما دعوی های که و یا گام میزنن نه که ما اینا پامیر مایلش ما در غریبی گاو زده هستیم این گپا که امروز همی استودیو گاو زده هستیم نه که 3 تا دوداری ما در همون خاروش چختی سودگی هن چی در اینا 3 تا یا اکا یا دوداروش در همون دوشنبه نمیبروین امینا من گفته استم یک گپ میزنم همین یه آدم وقتی ترسونچیکش دیدی چیش فکر میکنی همین یه آدمی ترسونچیک چی کلوبیش باشه ترسونچیک چی قرغنیش چی غرمیش چی خوجندیش لوبایتش نمیتونم گفته که ما ترسونچیک نیستیم لوبایتش برو بگم من ترسونچیک نیستم من اینا اومدم قطیش گپ بزنم بحث کنم که تو ترسونچیک نیستی بدخشانیا مردم ترسون نیستن اگر 100 تا بچهای بدخشان بخیزن باور که 10,000 تا دیگه قفای او 100 نفر میخیزن مردم دیگه فهمیدید این محمد اقبال اکا گپ تراسته اینه که یک گپ انا ناموسی تو داری کو انا غیرت تو داری کو امی غیرت نداره یگون بچه کلوبیش یگون بچه غرمیش یگون خوجندیش یگون حساریش همه شیشتگیان که یگون شرینر بخیزه دا ایقفاش بخیزیم بریم 100 تا بدخشانی اگر پیش خونه عزیزمای لعنت کرده الله براوه 100,000 دیگه مردم ایقفاش اومده برای رفتنن انا شیر مردم پیش درآمدگی نیستن که غیرت کنه ببره پیش براوه بله دویم گپش که اینها که میگن که ای برادرای پامیر بخیزین نه که ما برادرای پامیر خستیم برای پامیر برای خاکی که ما در اونجا تولد شدگیم برای اونجا خستم برادرای ما که امروز دمو خارو ایستادگی نه برای خاک غرم میخیدم نه برای خاک فیض‌آباد میخیدم برای که ما در پامیر تولد شدگیم ما برای او خاک خستگیم نه که تو مرد باشی ای غرمی ای کلوبی ای لنین آبادی ای دوشنبگی بخیز برد صدبر بخیز برد فیض‌آباد بخیز برد نورک بخیز طاقت بردار اگر مرد باشی گوش کاکو یک گپت میگم اگر در همین مثلا فیض‌آباد رحمانوف زد هجوم کرد درآمد مردم کشت تو همچون یا بدخشانی دل با مردم فیض‌آباد نمیسوزه سوال همچون شهروندی وطن همچون یا توجیه این تیکه شده برای مردم فیض‌آباد نه برای مردم فیض‌آباد نه غرمی و نه خطلانی و نه بدخشانی و نه ما یک تاجیکستانی هم انا مینه گپ باید گپی ما و شما همی باشه ما تاجیکستانی هم ما دیگر با منطقه ها جدا نمیکنیم وطنه تاجیکستانی که برادر ما
арқабой ӯ бародаро ки имрӯз дар Садбаргу дар зелёни хестан арқабошон нарафтан дар газел бор кардан бурдан барои чӣ гирехтан рафтан? خب همین قضیه را من بسیار دنبال نکردم ولی انشالله که من همیشه گفتم که همین 100 تا بدخشانی در شنبه بخیزه پیش قصر ملت رفتند 100,000 دیگر منتظر باشه رحمانوف که میروه اگه شیرای نر دیگه ای کلاب ای غرم ای خوجان نبرومد اگه شیرای نر این بدخشان نبروید پیش ندروید نروند اگه با این برنامه را برای همون ماندگیم چی ماندیم نومی برنامه را بدخشان آخران قدرت نمایی رحمانوف خواهد بود یعنی که مقابله کردن با مردم بدخشان پسلت نیود نیوشه انا میای پسلت نیود نیولاسی بله دیمش که با تا که امروز بسیارش پریزیدنت ابوینیت میکنن امام علی فلانه امام علی بسمدانه نکی وقتش دا بود که ما را لیشنا خدمه دامون طرف بدخشان قپیدن بردن او چاپلوسا میگن که چی میگن و یارو پیدرازایی که در اوجه امنیت کار میکنن و KGB و چی میگن و یارو پیدرازا را که قپیدن مرا بردن با یک چیزی نو چیزی که ما پروتفی گروپ آلفا خیستم یا دیتا مشتکاری کردن بردن مرا خیلی اینوای کردن بگر میزنه که ما بچه دنغره ما فلا میگه شما شامزبا در جاتون بشینید اگر نه در دیگر جا دیده هستیم که وضعیتون چخیش شده است یک با یک شما را تیت پیت میکنن انا ننوشتی مردم پامیر نسبت برادرای تاجیک انا درمیه گوش که برادر حاضی همینجا گفتم انا همین مسئله را اگر شما نتونه تشخیص کرده و فهمیده پس انا همینجا ما و شما را جنگ میدازن فریب میکنن انا همین مسئله است که امنیت کار کرده است بله این همین سیری است که میگه که تفرق و تسود یعنی که رازدیریه ولاستوی یعنی جدای انداز و حکومت کن اگر همین تکار رحمانوف کرده نتونه پس اون نمیتونه دیگه حکومت کرده رحمانوف نه زواد داره نه فابریکه داره نه یگان استحصالات داره نه مردم با جای کار تامین میکنه نه مردم با برق تامین میکنه نه حالت اجتماعی نه سیاسی نه اقتصادی نه یگان کار مردم نکرده است برای اینکه در سر قدرت بمانه باید کلابی را به غرمی جنگ بدازه مردم تاجیکستان را زیدی بدخشان کنه باید خوجندی را زیدی مردم غرم کنه برای چی برای اینکه اینا متحد نشوند این اویله علولک بلولک خشتک سری تنورک میخچه پرک تخچه پرک آزاده پرک تخمینه پرک عزیزم پرک دفنک ننای تاجیکستان اوی مردم هوشیار شه ما یک مردم ما یک ملت ما یک شهروندا یک کشورم ما یگانه دشمنمون رحمانوفای ما هیچ دشمن در تاجیکستان نداریم برادران ازبک، برادران قرغیز، برادران ترکمن تمام منطقه های تاجیکستان ما شهروندان تاجیکستان هستیم ما یگان دشمنی به هیچ کسی نباید داشته باشیم هر کسی گفت که این پامیریه اوش فلانیه ایش غرمیه اوش بگو ما تاجیکستانیم انا می وقت ما میتونیم بر علیه این اویله پیروز شیم و بتونیم یک حکومت ملی و فراملی تمام اقوام و تمام ملت ها در اونجا شامل باشن و بتونیم یک تاجیکستان بهترین و یک دولتی که بتوند در تمام دنیا همچون نمونه باشد اگر ما همین کارا نکنه با همین توطئه هایی که 4 تا امنیتی احمق در فیسبوک می نویسن یگان گپ 6 تا حیوان دیگهش میخزه پلاکت میگیره میبروین شما اونا را فکر نکنه وپشه شما اونا را اهمیت ندیه اونا از مردم تاجیکستان نیست دارن سلامت باشه برادر گرامی انشاءالله که مردم فهمیدن خدا خواه که یگان گپ می شود الله حفظت کنه برادر سلامت باشی یک دقیقه دیگه میتیمد وقت ولی تیز بگی که مردم زیاد منتظر هستن برادر بله دیمش که برای همو چاپلوسایی که بطر از هم میزن امنیتیش و دیگرش امروز که امنیت خیش در خاروخ نشان دادن نمیتوند در دیگر جاده اونا مغمبر نباشن که یراقی که 2012 را دادیم ما او یراقی که ازدواج کردیم بابایا را که او سال 1992 سال یراقاش او 2012 هم یراق آلی دامون گنجینه خوبه نو آلی میبراریمشون امیره باید بفهمن و بدونن
حق ما بالاتری چیزا چی نداریم. سلامت باشی برادر گرامی، سلامت باشید، سلامت باشید برادر. حال سلامت.